وقتی میگم که من برنامه دارم برای خودم، برنامه‌ای که دارم دقیقا چیه؟ اینه: بعد از یک روز کاری برای خودم غذا سفارش بدم و بشینم ویدیو گیم ترسناک ببینم از پلیر مورد علاقم، شیکارو عزیز. ازت ممنونم بابت اینکه هرچی ویدیو گیم ترسناک تو این دنیا واسه من واک throughش رو انجام دادی. بهترین چیزی که میتونه اتفاق بیفته همین. اگه صدای این مزاحما نباشه، بهترین چیزی که میتونه الان اتفاق بیفته. ای بابا، به خدا اگه بیس 44 باشه. سلام. ساعت الان 4:20 داره میشه و من دارم سعی میکنم ببینم چند ساعت کمتر بخوابم باز هم سر حال هستم که به کارهام برسم. چون که انگاری که ما نیازمند خواب نیستیم و خواب نمیخوام بخوابم. خب بیاید منطقی فکر کنیم. میدونم کار اشتباهی دارم میکنم. یعنی آدم 8 ساعت نخوابه سلامتیشو از دست میده و اصلا به من نمیاد در رابطه با سلامتی انقدر جدی بخوام حرف بزنم. بچه‌ها شاید چند سال دیگه که افتادم گوشه بیمارستان و به خاطر اینکه کتاب بیشتر بخونم نخوابیدم یا درس بخونم بیشتر نخوابیدم، میام بهتون میگم این کار نکنید، ولی واقعا در حال حاضر دلم میخواد خیلی کمتر بخوابم و بیشتر وقتمو بذارم واسه خوندن کتاب و این داستانا، چون احساس میکنم از جدایی از این که از زندگیم عقب هستم در خصوص با همین موضوع خوندن کتاب و این داستانا، احساس میکنم خیلی نمیدونم آقا، نمیدونم. من دوست دارم واقعا انجام بدم چیزایی که تو ذهنم هستشو و جدای از همه اینا متاسفانه همین هفته‌ای که داخلش هستیم، از جمعه که از تئاتر اومدم خونه تا چهارشنبه، من هیچ کاری جز کار کردن نکردم. یعنی تنها کارم این بود که لپتاپ رو باز کنم، تدریسمو بکنم و تموم بشه بره. و تازه دیروزم سردرد گرفته بودم، نور لپتاپ به صورتم میخورد، حالم داشت بد میشد، نمیتونستم دیگه، حوصله‌ام نداشتم. مثلا شاگردم اشتباه میکرد خیلی دیگه جدی میگفتم داری اشتباه میکنی و بنده خدا گفتم سردرد دارم و به دل نگیرید و این داستانا. و آره به صورت کلی هیچ کار خاصی نکردم. چرا کتاب تک و توک خوندم، ولی اصلا راضی نبودم از نحوه خوندن کتابم، چون همش ذهنم درگیر آلمانیه بود. من این هفته اصلا خدا خیلی از خودم ناراضیم واقعا. من این هفته قرار بود بشینم آلمانی بخونم، برنامه‌ریزی براش کرده بودم که چجوری فقط تمرکزم رو بذارم مثلا روی گفتار آلمانی، اما متاسفانه نشد. این عینکم چقدر داره کجبازی در میاره. آره نشد و نمیدونم علتش چیه. علتشو میذارم تنبلی. چرا بهونه بیاریم؟ علتشو میذارم تنبلی و اگر کار نمیکردم بیخاصیت ترین آدم روی زمین بودم. اما خب همونطور که دیدید من دارم سعی میکنم ببینم چقدر میتونم کمتر بخوابم و بهتر بیدار بشم و کارامو انجام بدم. میدونم اون طرفش بعدن یه روزی رو کل روزشو مجبور هستم بخوابم چون امتحان کردم و این شکلی بوده. ولی خب حالا مهم نی آخه، ما امتحان میکنیم ببینیم که چقدر میتونیم بیشتر از این جسم استفاده کنیم در راه کتاب خوندن و درس خوندن تا به اون اصطلاحاً اون
اون حس خوبه برسیم. من دیروز روی 2 تا برگه برنامه‌ریزی ها رو به صورت کلی نوشتم که مال کتابه رو، یعنی برنامه‌ریزی کتابم رو میخوام بیارم داخل گوگل داکس. راستش رو بخواد من اصلا آدمی نیستم که بخواد دیجیتالی برنامه ریزی کنه. روی کاغذ نوشتن رو به همه چی ترجیح میدم، حتی واسه نوشتن جزوه و نمیدونم این داستانا هم که پی دی افش مثلا رو آیپدم بود. اگه ویدیوهای قبلیمو دیده باشین من همش دارم میخواست روی کاغذ بنویسم، ولی متاسفانه گاهی اوقات نوشتن رو کاغذ خیلی عجیب غریب وقت گیره. و نمیدونم واقعا، نمیدونم چه اتفاقی افتاده که همچین چیزی هستش که نوشتن روی کاغذ انقدر واسه ما آدما وقتگیر میشه که مجبوریم بدیم به هوش مصنوعی، یا مجبوریم که سریعتر مثلا با برنامه‌های دیجیتالی انجامش بدیم، هرچند خودش وقت خودش رو میگیره. مثلا الان من موقعی که خودم می نوشتم وقتش بیشتر بود، اما الان مثلا میگم چه چیزایی برام مهم هستش و میدم به هوش مصنوعی و برام جزوه نویسیه رو انجام میده و من همزمان میگم 2 تا متن رو میخونم و خب خیلی زودتر کارم تموم میشه، خیلی زودتر میفهمم کجای کار رو اشتباه کردم، یعنی کجای کار رو هوش مصنوعی اشتباه کرده، اشتباهاتش رو برطرف میکنم، مثلا ادیت میزنم، تمیزکاریاشو انجام میدم و اینا. و میگم به صورت کلی خیلی کمتر وقت میگیره، ولی خب از یه جهتی هم خیلی ناراحت کننده است که این شکلیه. یه جورایی نمیدونم میشه گفت واقعا اونجور ناراحت کننده است یا نه، ولی خب شخیدم فکر رو خیال میکنم. در هر صورت خوبه که از هوش مصنوعی استفاده کنیم، ولی این آدمی زاد استفاده کنیم، نه که بهش بگیم آره اینو واسه من درار بعد نگاشم نکنیم. خلاصه من واسه آلمانی لازم نیستش که داخل گوگل داکس بیارم، همین داخل دفترم من بنویسم برام کافیه. چون مثلا دیگه ببینید دیگه انقدر از خودم عصبیم، کلمه رو انتخاب کردم نوشتم این کلمه ها باید خونده بشه این شکلی ها. یعنی قبلا اینجوری بودم از این کتاب هر کلمه این خواستی بخون، الان دیگه اینجوری هم اینا رو میخونی و میخونی. آره. از 28م تا 12م واسه همشون برنامه ریزی کردم، از 28م تا 12 تیر که 1 ماه هم کمتر میشه. خیلی برنامه فشرده‌ای به نظر میاد و بهتونم نمیگم میخوام چیکار بکنم. خیلی چیز دستم خیلی چیز خلاصه این میخوام بهتون بگم. به صورت کلی این برنامه شامل تک تک ویدیوهایی هستش که براتون گرفته بودم و توش گفته بودم که چی میخوام بخونم و نخوندم. یعنی اون چیزایی که بهتون گفته بودم هنوز هست پس کله من، ولی چون که فرصت نبوده یا اتفاقات زیادی افتاده بوده من نخوندم. مثلا اون ویدیویی که خیلی یهو وایرال شد، حالا یه جور میگم وایرال 1 میلیون، ولی خب همون ویدیویی که 1000 نفر دیده بودن، من برنامه‌م همون بود و همونم داشتم انجام میدادم. ولی بعد اتفاقات دیما این شکلی بودم که احساس میکنم میذاره از نظر سیاسی هیچی حالیم نیست، بذار برم این 2 تا کتاب سیاسی بخونم ببینم من کجای داستانم اصلا. و آره اصلا همه چی به هم ریخت. مثلا دوران دیما کتابایی که خونده بودم فلسفه سیاست در جهان معاصر از کریستیان دلا کامپانی بود. دیگه مثلا تاریخ فلسفه سیاسی غرب بود. دیگه یه کوچولو از شهریار رو خوندم. بعد دیگه ایدئولوژی های سیاسی رو خوندم، نظریه سیاسی رو خوندم، مثلا اینا رو داشتم میخوندم. یا درآمدی بر سیاست اگه اشتباه نکنم، بچه اسما رو اصلا دقیق یادم نمیاد که بخوام بهتون با ناشر و فلان و فلان میگم. اینم الان جلو چشم بود بهتون گفتم. و آره به صورت کلی قربان بود، به صورت کلی اصلا درگیر این کتابا بودم.
که مثلا اون برنامه رو نخوندم. واقعا آدمی نیستم که مثلا برنامه‌ای رو تو ذهنش داشته باشه و انجامش نده. حتما دلیلی داشتم که اون رونده رو پیش نبردم. حالا بگذریم از همه اینها. من گفتم از 28م تا 12ام رو برنامه ریزی کردم و فقط بهتون برنامه هایی که دارم انجام میدم رو میگم، همونجور که بارها و بارها گفتم. فعلا نمیگم میخوام دقیقا چه کاری انجام بدم. بابا نکن بچه فعلا بهتون نمیگم دقیقا. یعنی امروز تو میذاری من ویدیو بگیرم؟ بابا گنده شدی دیگه، نمیتونی این لارج. بخواب باش. واقعا گربه نر لوس ترین چیزی هستش که میتونی داشته باشی. آره من فعلا برم به مثلا کارای ادیت مدیتش و این داستاناش برسم، بعد که انجامش دادم بهتون میگم دقیقا چه اتفاقاتی داره میفته واسه من. و همین. آره دیگه، حالا ما فعلا بریم. من هنوز قهوهم هم نخوردم، آب گذاشتم جوش اومده و اینا، برام قهوه‌مو درست کنم. خب بچه ها، در درجه اول من بهتون نشون بدم. همونجور که میبینید من یه قسمت پژوهشی دارم و یه قسمت تفریحی که قسمت تفریحی رو میذاریم واسه بعد. من فقط میخوام کاری که امروز قرار انجام بدم رو بهتون نشون بدم. بریم سراغ فصل ششم که واسه خیامه. اول از همه بگم که توی این قسمت که میبینید من باید اطلاعات کتاب رو بنویسم، ولی هنوز ننوشتم. به امید خدا تو همین امشب تکمیلش میکنیم. بریم سراغ فصل ششم، خیام. همونجور که میبینید اول از همه من عنوان رو نوشتم دیگه. واسه قسمت اطلاعات کتاب من نمی نویسم، چون تو همون قسمت ادبیات، تاریخ ادبیات ایران اطلاعات کتاب رو خواهم نوشت. بعدش وضعیت خوانش و نوشتار هستش. با یک یادداشت کلی گذاشتم که اینجا مثلا بنویسم آقا اگه چیزی به صورت کلی یادم رفته. و اون چیزی که به صورت کلی یادم رفته این هستش که درسته که من واسه نوشتن جزوم از هوش مصنوعی کمک میگیرم، ولی دلیل بر این نمیشه که تحلیل و نوشته های شخصی خودم و اصلا علت اصلی که رفتم سراغ خوندن حالا ایام یا هر کتاب دیگه ای رو فراموش کنم و باید اون نوشتم رو هم انجام بدم. این قسمت رو هم لطفاً به بزرگی خودتون ببخشید، چون شاید بگید که مثلا وضعیت خانش چرا در حال نوشتن هم توش وجود داره. دوستان یه ذره تنبلی کردم راستشو بخواید، و گزینه ها چون برای همه یکی میشه، شما تصور کنید تمام اینا رو که من انجام دادم واسه همشون این شکلی رفت. یعنی گفتش که اگه میخوای این آپشن رو اضافه کنی واسه همه اضافه میشه. و از اونجایی که خیلی تنبل هستم گفتم که اوکی برای همه اضافه کن. هر وقت حالا حوصله کنم میرم اوکیش میکنم، ادیتش میزنم و اینا. و این تا به اینجا کار. ما یه کوچولو میریم پایینتر، میرسیم به این دوتا قسمت. این دوتا قسمت بیشتر حالت ترکر داره که من برنامه یک روزم رو به صورت کامل انجام بدم. آقا تیک اینو میزنم که بدونم من امروز این کار رو انجام دادم. خب وقتی که پایین تر میریم یک سری سوال واسه خودم طرح کردم که به احتمال قوی این سوالات بیشتر خواهد شد، که مثلا آیا این کتاب در ادامه کتاب دیگری است، آیا این کتاب به تنهایی شروع شده. به احتمال زیاد سوالات بعدی که اضافه کنم اینه که آیا کتابی واسه تکمیل این کتاب میخوای بخونی، نمیخوای بخونی، آیا این کتاب لغاتش رو میخوای تمرین کنی، تلفظ و نوشتارش رو. حالا بریم جلوتر بعد ببینم دغدغم چی میشه، بعد اضافه میکنم. حالا
پایین تر که میریم همه چیز خیلی جذاب تر میشه، از این جهت که من تمام عناوینی که داخل کتاب وجود داشته رو نوشتم و این رو هم بچه ها در نظر بگیرید که من این قسمت از کتاب رو، فصل ششم رو که مربوط به خیام هستش رو کامل خوندم. پس من میدونم داره چه اتفاقی داخل کتاب میفته و تا قسمت اندیشه های خیام رو جدای از این که با جزوه‌ای که در آوردم خوندم و تصحیح کردم، اگر اشتباهی درون جزوه ها وجود داشته، اشتباه یعنی خطایی که هوش مصنوعی داشته مطابق با چیزی که داخل خود کتاب وجود داره، همه رو انجام دادم. اما از اونجایی که یک انسان کمالگرا هستم نیاز دارم که دوباره از اول بخونم و همونجور که میبینید تاریخش رو هم نوشتم. امروز هم 28 خرداد هستش و من باید اینها رو امروز بخونم و جزوه ها رو خدا رو شکر انجام دادم جلوتر که در رابطه با اثرپذیری و اثرگذاری خیام بود و خیام و فراتر از مرزها، که واسه 29 هم باید این قسمت ها رو بخونم همونجور که میبینید و باید واسه این قسمت ها جزوه نویسی رو هم انجام بدم. همونجور که دیگر هم میبینید من چیز کردم، اینو درست کنم. اینجا واسه خودم نوت نوشتم که خوانده شده ولی نیاز به مطالعه دوباره داره، همونجور که بهتون گفته بودم از قبل خوندم و حالا پایین تر میریم اینا رو اصلا نخوندم. خب یعنی اون حالتی که گفته بودم چیزه بخوام که همزمان با چیز بخونم، با جزوه نوشته شده که غلط ها رو بگیرم و این داستان ها نخوندم، صرفا همون حالت روزنامه واریه. و اینجا نوشتم که در نظر داشته باش این قسمت ها خوانده نشده، یعنی من باید واسه اینا یک برنامه ریزی بکنم که بعداً بخونمشون و به احتمال زیاد بیفته واسه بعد از 12 تیر، چون برنامه کامل تا اون موقع رو نوشتم و بیشتر تمرکزم روی این دوتا کتاب بوده، اساطیر یونان و پیدایش خدایان که همون تئوگونی میشه، پیدایش خدایان. و آره حالا هر وقت برم سراغ اون دوتا کتاب و ویدیویی بگیرم به همین شکل براتون ویدیو میگیرم و توضیح میدم که دقیقا داره چه اتفاقی میفته. یه قسمت دیگه هم هست که دوست داشتم بهتون نشون بدم و اون قسمت گزارشه. بچه ببینید قسمت گزارش هنوز چیز خاصی بهش اضافه نکردم، اما دلیل اصلی این که گزارش رو گذاشتم اینه که احساس میکنم وقتی که ما هر روزی که باید یک کاری رو انجام میدادیم گزارشش رو مینویسیم خیلی به همون به روند مطالعه‌مون کمک میکنه. به عنوان مثال اگه امروز قرار بوده که شما 4 تا کار رو انجام بدید، 3 تاشو انجام دادید، یه دونه‌ش رو ندادید، توی قسمت گزارش مینویسید که آقا من اینا رو انجام دادم، این رو انجام ندادم، یا مثلا این 3 تا رو هم انجام دادم، یه چیزی رو باید بیشتر انجام بدم، چه یه چیز دیگه هم باید انجام بدم که این 3 تا هم تکمیل بشه. نمیدونم، به صورت کلی گزارش نوشتن خیلی چیز مهم و خوبیه و خیلی خوشحال میشم اگر شما هم از این مدلی که من دارم انجام میدم خوشتون اومد انجام بدید و حتما داخل کانال تلگرام واسه من بفرستید. من واقعا حوصله دارم که به توضیحاتتون گوش بدم، به کارهایی که میکنید گوش بدم و به صورت کلی کاملا آمادگی اینو دارم که شنونده بشم واسه شما و شما از گزارشتون به من بگید، از روند مطالعهتون بگید، اگر چیز خاصی فکر میکنید باید اضافه بشه به من بگید. من آمادگیشو دارم کاملا و امیدوارم که خوشتون اومده باشه از همچین مدل برنامه ریزی، چون میگم در هر صورت حتی اگرم خوشتون نیاد شرمنده، ولی این نوع برنامه ریزی منه. و آره بچه همین دیگه، چیزی نیستش که بخوام بهتون توضیح بدم. به امید خدا توی ویدیوهای بعدی قسمت‌های بعدی رو میگم و مخصوصا قسمت تفریحی رو که به صورت خلاصه بخوام بگم، این قسمت
قسمتی هستش که من کتاب‌ها رو فقط و فقط میخونم که ازشون لذت ببرم. هیچ گونه سختگیری روی خودم نخواهم داشت. همین.